سلام به همه. سام والتمن رئیس اوپن ای آی یا همو فراورده چت جی پی تی دیروز اعلام کرده در یک پست وبلاگی دراز که هوش مصنوعی انسان نما در راه است و منظور از هوش مصنوعی انسان نما هوش مصنوعی است که همتراز هوش انسانی است و در موارد شاید به مراتب بهتر از هوش انسانی عمل کنه و این بیشتر امکان داره در دهه آینده وارد زندگی بشریت شود. و جالبه که خود سام والتمن رئیس اوپن ای آی هشدار میده که ورود هوش مصنوعی انسان نما یا همتراز انسانی که بیشتر هوش شبیه هوش انسان و در موارد بهتر از هوش انسان داره امکان داره اختلالات سنگین و بزرگ را در اقتصاد، روابط انسانی، روابط سیاسی، روابط اجتماعی و موارد گوناگون دیگه ایجاد کنه. و یکی از مواردی که ما شدیداً نگرانش هستیم به عنوان افرادی که در بخش اقتصاد کار تحقیق میکنیم و جستجو میکنیم و سرکار ما در مورد تحقیق روی موضوعات مرتبط به اقتصاد کار و به خصوص بخش سرمایه انسانی است. ما نگران از این هستیم که هوش مصنوعی انسان نما میتونه روی سرمایه انسانی به شدت تاثیر بگذاره و در موارد او سرمایه های انسانی که فعلا افراد داره و توانمندی هایی که فعلا افراد داره و امکان داره کاملا بی ارزش شود. لذا ما به عنوان افرادی که در بازار کار فعالیت میکنیم امکان داره به دنبال یک شغل مناسب باشیم. پیش از پیش باید خود را آماده چنین تغییرات سنگین و بزرگ بسازیم و همگام با تغییرات تکنولوژیکی و هوش مصنوعی در دنیا حرکت کنیم و کوشش کنیم که حداقل روند استفاده از هوش مصنوعی را در کارهای خود و فعالیت‌های خود بدانیم. و معمولا یک باور وجود داره که در ابعاد هوش مصنوعی میتونه مکمل هوش انسانی باشد، مکمل مهارت‌های ما باشد و البته برمیگرده به اینکه ما به چه نوع شغل فعالیت میکنیم. در ابعاد هوش مصنوعی امکان داره کاملا جایگزین ما به عنوان نیروی انسانی شود، اما در ابعاد دیگه یا در بعض شغل‌های دیگه امکان داره هوش مصنوعی یا هوش انسانی با هم مکمل باشد و این که ما در کدام شغل قرار داریم در مورد از ریسرچ کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، معلومات جمع آوری کنیم و کوشش کنیم در شغل‌های سرمایه گذاری کنیم و کار کنیم و آینده شغلی خود را تنظیم کنیم که هوش مصنوعی بتونه در حقیقت مکمل فعالیت ها و توانمندی های ما باشد، نه جایگزین ما. سلامت باشه.